الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث الأنبياء والرسول للهداية العباد وأفضل الصلاة وأتم السلام وعلى رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين حب القلوب وشفائها محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم جامعه مسلمانان. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، بعد از آن درودی به عدد بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از اون رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. اما بعد، الحمدلله محترم جماعت، امروز روزی انشاءالله خدا خواهد مبارک حج المساکین. الحمدلله الله سبحانه و تعالی ما و شما را انشاءالله اولا دیدار یکدیگر دیدن و همدیگر هم صحبت شدن الله سبحانه و تعالی مناسب دید. بسیار به خدا شکرگزار باشیم. الله سبحانه و تعالی الحمدلله در این عرفه های مبارک انشاءالله حج ما و شما حضور داریم. الحمدلله انشاءالله من حاجیان از روزله 13 هم سر کرده. انشاءالله خدا خواهد در ازبکستان عرفه پرواز کردن حاجی ها به طرف انشاءالله خانه خدا آغاز گرفت. الحمدلله از ما و شما روزهای دوشنبه الحمدلله خدا خواهد برادرای ما و شما در سفر میشن. الحمدلله خدا اگر مناسب بیند 5 نفر از خدا خواهد قشلاق ما و شما و طرف انشاءالله خدا خواهد کعبه پرواز میکنن. الله سبحانه و تعالی البته این برادرها را پروازاشون با خیر بگردوند، صحت برد، سلامت انشاءالله و یک مقصدهای حاصل شده بر وطن عزیز برگشتنشون الله سبحانه و تعالی نصیبه بدارد و همه ما و شما را الله مناسب بگردوند. سالهای بسیار بسیار البته عزیزان من نیت کنید انشاءالله خدا خواهد. نیت المؤمن خیر من عملی میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی نیت مومن ای عملش خدا خواهد بهتر است. نیت ها را ای حاضر کنین که خدا خواهد سال آینده منم اگر خدا مناسبیند حج میرم انشاءالله الله میرسونه. خدا خودش آسان کننده است. مقصد انسان اگر خوب باشد، نیک باشد، البته انشاءالله الله سبحانه و تعالی با اون مقصد با اون مرام انشاءالله میرسوند. برای همه انشاءالله حاجی های روی دنیا پرواز خدا خواهد خوب و انشاءالله سفرهای بی خطر و صحت برشو و سلامت و یک مقصدهای حاصل یک انشاءالله حاجی حقیقی ارگینال حاجیش ده خدا خواهد انشاءالله به وطن و خاندان برگشتنش الله نصیب دارد. آمین و رب العالمین. صحبت ما انشاءالله خدا خواهد ما در جمعه های گذشته درباره قصه حضرت ابراهیم علیه السلام در علاب یعنی پرتافتن نمرود ملعون صحبت کرده بودیم. به جای رسیدیم که انشاءالله با ابراهیم نزدیکی علاب رسیدن بود. قصه هاش ما گفتیم. از اینجا خدا خواهد صحبت آغاز میکنیم. وقتا که نمرود ملعون برای انشاءالله خدا خواهد پرتافتنی با ابراهیم صندوق ساختن و سیم ها کشیدن و طرف انشاءالله خدا خواهد همون خندقی که چاهی که ایزم جمع کردن و برای علا پرتافتنی با ابراهیم تیاری دیدن و کناب که همین انشاءالله یعنی صندوق در دستی یعنی ملعون نمرود بود و انتظار بود. میگه با زنجیرها دست و پاش نبستن، لباسشون کشیدن و میگه کناب که جقیده شد و صندوق بر حرکت درمد. عزیزان من وقتی که صندوق نزدیکی علاب رسیدن گرفت، من قصهش پر مضمون افتادم چی حادثه هاشه. وقتی که به علاب رسیدن نزدیک شد الله سبحانه و تعالی جبرئیل امین گفت زود رس. یعنی قصه ها نمیگه کتاب های تاریخ نکی بیان ابراهیم کرسی بیار
و کرسیش میمانند میگه. با مجردی رسیدن الله سبحانه و تعالی در سوره انبیا آیت 69 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی یا نارو کن بردن و سلاما علی ابراهیم. خدا گفت ای علاب خاموش شو و سلقین شو و سلامت به ابراهیم علیه السلام. میگه علابی خندق به گلزار مبدل گشت. خدا قدرت دارد، هیچ وقت دوستاش خار نمیکند انشاءالله خدا خواهد. البته شاعر میگه هر کی در محبت دعوا کند 100,000 امتحان بر او کند. گر بود صادق کشد باری جفا ور بود کاذب گریزد از بلا. این خدا دوستاش هر نمود میسنجه. من ابراهیم دردی سرش کی بود؟ نمرود ملعون بود. موسی را چی؟ فرعون بود. محمد نه کی بود؟ ابو جهل، ابو لهب، امیه ابن خلف ملعونا بودن که دائم در پی آزار دوستای خدا بودن. وقتی که برسیدن زمان میگد تمام همون علا به خدا گلزار نمبدل کرد، گلها شکفته شد. میگد همون درون خندق جایی که یعنی علاب کرده بودن به یک باغچه زیباترین مبدل گشت. و حضرت ایران در بالای کرسی میشیست. میگد و بعضی روایت‌ها میگه لباس ها از جنت آورده پوشاندش. حضرت میگه جبرائیل دید و ابراهیم حیران شد، میگه تعجب کرد. گفت چی تعجب میکنی؟ گفت ای برادر جبرائیل، گفت من این با قدرت خدا در تعجب میکنم که خدا تو همین قدر کرامت داده، لیکن با تعجب ترش که همه قدر صبر کردی، یگان مخلوق حاجت نپرسیدی، تکیه به مخلوق نکردی، فقط به خالق کردی. این با از همش نعجب تر است. وقتی که میگه نمرود ملعون بالای تخت مینارش بود، میگه نظر کرد که ابراهیم علیه السلام در یک باغچه نشستگی است. حیران شد. گفت با فرمان داد پادشاه بود ملعون، گفت سنگای آسیاب بیاریم در بالای نمرود چپه کنید، در بالای ابراهیم چپه کنید. سنگای میگه آسیاب آوردن در یعنی همون چقری خندق پرتافتن. خدای تعالی میگه همون سنگا را مثل ابر داشتش. با مجرد بالای حضرت ابراهیم قرار گرفتن، از میگه سنگ ها باران سر کرد. سبحان الله. بینید باران میگه اطرافی میگه چیه؟ یعنی کرسی حضرت ابراهیم میگه باران بارید. مدت 1 هفته میگه حضرت با ابراهیم در چی یعنی این یعنی باغچه زیبا راحت کرده شیشت و برمد. میگه نمرود دیگر علاجش نمی، گفت که از این وطن برا که من با دیگر کار ندارم. از اینجا حضرت ابراهیم برمد میگه و رفته خانه کعبه را بنا کرد با باعث فرزندش اسماعیل. هم تاریخش بسیار است، قصه میگم. وقتی که انشاءالله الحمدلله همین خانه کعبه را بنیاد کنندش با ابراهیم است، با کی انشاءالله خدا خواهد فرزندشون اسماعیل علیه السلام. الحمدلله همین کعبه را خدا خواهد بنا کرد که امروز همه حاجی ها سبحان الله چیکار میکنن؟ اول که انشاءالله به مدینه یعنی اونجا نه فقط زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دارد. الحمدلله اولین چیزی که حاجی ها در کعبه میکنن این زیارت کردنی خانه خدا بیت الله که انشاءالله بابای ابراهیم و فرزندی مبارکش اسماعیل بنا کردن. این خدا خواهد انشاءالله کعبه مبارکه. حتی که در سنگ موندن پاچکی با ابراهیم یک سنگ نقش موندگی است. همون سنگ در درون یک خدا خواهد انشاءالله پنجره واری چیز وارد است. اینن من دیدم الحمدلله مشرف شدم. اکثر حاجی مشرفشان چون که بعد 7 مراتب طواف ادا کردن همون مقام با ابراهیم ده مسئله فقهی ده درکت نماز نفل خوندن شد. ختمی 7 طوافه و با الله سبحانه دعا میکنن که این انشاءالله عبادتی که کردن الله به درگاهش قبول نماید. الحمدلله همون کعبه است.
این کعبه چند مراتبه ویرون شدگی است، آباد شدگی است. حتی دورهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم شد. رسول الله صلی الله علیه و 5 ساله بودن کعبه را اوزیر کرد و کعبه را از نو چیکار کردن؟ بنیادش کردن. میگه بنا کردن در همونجا یک واقعیش دیگه است. رسول الله صلی الله علیه و که وقتی که بنا کردن حجر الاسود گرفته گذاشتگی بود یک گوشنده، میگه درباره حجر الاسود گذاشتن قوم ها جنجال کردن، چون 4 قومی بزرگ بود. مثل ما و شما میگیم که فلان چی قوم، یک اورخشه میگن که مثال فلان چی بود، حبشی بود، فلان چی بود، اینا هم قریشی بود، خزاعه بود و ها کذا. اینا گفتن ما حق داریم این حجر اسود مونیم. آخر قرار کردن گفتن که کسی که اولین شده یعنی به کعبه میدراید همون شخص لایق گذاشتن همین چی است؟ سنگ است. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم اومدن دیدن که میگه حتی قوم ها به خونریزی تیار هستن. رسول الله صلی الله علیه و سلم چون که با عقل بودن، خدا سبحانه و تعالی از کودکیش عقل کاملا پر دادگی بود. دیدن که حتی قوم ها را بیان یا دیگرش خونریزی تیار هستن، میگه ریدای مبارکش نکشیدن، انداختن و به دست مبارکشو حجر الاسود گرفتن، بالای چی کمزورش موندن. و میگه 4 رئیس همون یعنی قوم فریاد کردن شیف باشه، اینجا بیا شیف، اینجا کی است؟ من، اینجا بیا. ای دیمش کی است؟ 4 تا میگه شیف فریاد کردن، گفتن از 4 گوشه کمزوری من برداره. برداشتن نزد میگن همون حجر الاسود کی روزی خدا خواهد درو کنش. هر روز شما در اینترنت هم خدا خواهد انشاءالله میبینین کعبه مبارک الحمدلله همونجا حجر الاسود سنگی سیاه، حجر الاسود نامش سنگی سیاه هست. همون حجر الاسود رسول الله با دست مبارکش میگه گذاشتن. همه قوم آتشین گفت، همه خاموش شد. گفت هیچ گپی نمیشه، شیفاتو قبید که آخی این قبید تو قبیدگی و یک میگیم که فلان چی خرم ما خوردگی، فلان چی جرا کنم ما کردگی. همچنان گفتن همه خاموش شد، همه آتشین گفت. فکری چنده تدبیری که پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم کرد. وقتی که کعبه الحمدلله بنا شد، خدا اکه گفت که برو نمرود اکه باز دعوت کن. اومد با پیش نمرود الحمدلله بابل اومد، شهر بابل. و پیش نمرود اومد گفت ای نمرود بگو لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله، به خدا به من ایمان بیار. گفت بیار به روی خدا. خدا همین قدر ملک داده، همین قدر چیز و چاره دنیا داده، پادشاهت کرده، از این با چی زیادت بتیه؟ نه گفت من ایمان نمیارم. گفت من خدای عالم گفت به قتل میرسانم. من گفت حالی زمین در خدا هستم، آسمونم میگیرم. میگه نمرود تدبیر کرد، میگه 4 کرگس آوردن، رسا کرگس ها پای گفت فربی شوان پایستن شو. شیطان ملعون اومد با آموختینه گفت که نمرود اگه گفت یک تابوت میسازی، 4 طرفش تشک میکنی، بندا کتی میبندی و از این بلندتر چیکار میکنی؟ گفت همون گوشتا را کشال میکنی. یک روز گفت همین کرگسا را افقاد نمیتی، گشنکی میمونن. وقتی که گشنه موندن حرکت به همون گوش میکنن، ترا با بالا میبرن. با میگه یک مسیحچی سقطی گرفت. میگه بعد چیکار کردن؟ یک روز گشنه مونده شد، بسیار گشنه شدن. بعد میگه همون کرگسا میگه طرف آسمان پرواز کرد. برفت میگه بور مدو، میگه در دستش میگه غولک، خدای آسمونم میندازم. این ملعون نمیدونه که این خدا هم تا خدا های، خیلی تدبیرش میسازه که هرگز در خیالش نیست. وقتی که رفت آلنگی جورش گفت که ای گفت نمرود این کارت خطا هست، آقای خدای همه هست، تین ای دست نمیاد تی کار کنی. میگه در غضب شد، میگه و یک گریف از تابوت پرتافت. وقتی که پرتاف میگه راوی میگه یعنی قصه های تاریخ میگه خدای تعالی جبله گفت که این نقب گیر، چون که ایمان آورد به حضرت با ابراهیم، میگه قپیدو در زمین گذاشتش.
میگه تیره کرد و میگه طرف آسمون انداخت گولک. میگه اگه گولک انداختن بعد این خدای تعالی بگی هرگز دشمناشو با ناامید نمیکنه. خدا میگه خدای جبرئیل میگه همین تیر شگیرو در همین ماهی زن و گیرو با در خودش پرتا گویا که خدای آسمون هم کشتم. وقتی که ماهی نمیزن ماهی بسیار ناله میکنه. ولی ماهی را ببین کشتن نیست. ببین ماهی را به همون مجرد قبیله خودش بسیار میشود. بسیار ناله کرد که آخه من زخم دار کردی. گفت از همین زیبارن دیگر بر تو کشتن نیست. میگه تیرش گرفت و با در صندوقی میگه یعنی نمرود پرتاف. نمرود خسته شد که من خدای آسمانم کشتم آسمانم از آن من است. گفت میگه و میگه گوشتا را پایون کرد. کسا که پایون نشد زدن اومده میگه رسیدن روی زمین اومد نشان داد گفت من خدای آسمانم کشتم. کاما همش میگه قریب از خوش برفت. گفتن انا خدای زور. چون که نمرود خدا بود در و دار. این ملعونی ملجوم بدبخت خودش خدا اعلان کرده بود. انا گفت من خدای پیشی با ابراهیم. من گفت یا ابراهیم من خدای آسمونم کشم آسمونم ایمن است. اگه خدا تا لشکراش دعوت که با من جنگ کند خدا راهگم کند از حد براد. حالی همین جوانم هست نمرودا همین دارم وقتی که یک میگوش که نماز میخونی برات بخون کارت نباشه. خدای من فلان میگفته روز آدم های لکل فرعون موسی برای هر یک فرعون موسی میآید با یک حقگو میآید. این منبر تا قیامت خالی نمیموند عزیزانی من نباید نبرد. من امروز مرون با یک چیز دیگه میآید با خدا خواهد انشاءالله. خدای تعالی هر یک فرعون ده یک موسی میآید انشاءالله. خدا خواهد تا قیامت. و یا میخوان که اسلام خاموش کنن الله میخواد اسلام یک آدم با رواج دیاد. خدا خواهد انشاءالله. و این ترس و بیم از من میگیرد. خیال نکن که تو اسلام خاموش میکنی به یک ضعیفی. من ضعیفه بین چه خیلی آزاری مردنش من برای تو میگم. اینا در خاطرت بدار. دعا کرد حضرت ابراهیم چون که پیغمبرها دعاش اجابت شونده بود. پروردگارا گفت همین قومی یعنی نمرود نه عادی ترین یک ضعیف ترین پشه فرسون. عادی ترین پشه فرسونش همین کفیش میکنه. گفت این ضعیف ترین چیزه. خدای تعالی جبرئیل امین خدا خواهد انشاءالله فرمان داد. فرشته مقرب گفت برو. گفت کوی قاف رو همونجا نه پشه ها زندگی میکنن. پشه ها را فرمان ته حرکت به سوی قوم نمرود کنن. فرمان شد. میگن ملعونی نمرود منتظر گفت کجا شد؟ خدا تو گفت لشکرات فیراد کن. گفت لشکراش فیراد کن. میگه یک آسمون یک ابری میگه سیاه پیدا شد مثل پشه ها ابر شدن. گفت من اومد لشکرای خدا اومد پیشیت. گفت که نی تماشا کرد همه حیرون. میگه چونان میگه به زمین نزدیک شدن در غرور دور مدن پشه ها که زمین لرزه فرا گرفت. پشه ها به یک آوازی دهشتناک حرکت کردند. همه حیرون شد. هر یک پشه میگه تاری سری قومی اینشا لشکرهای ملعون شیشت و میگه نیز زد. با مجرد نیز زدن تمام خون و گوشت و پارش کشید. همش میگه مثل استخوان میگه در زمین غلطیدمش. حتی اینکه بعضی روایت هست که میگه یک ماه لشکر جمع کرد در بابل. تمامی گوجایی که ضبط کرگی بود احاطه کرگی بود میگه مورخا همه ای لشکرها را جمع کرد که با لشکری خدا چیکار میکنم بحث و تلاش میکنم. یک نمرود خودش موند بدبخت. میگه قوم میگه قصرش دور من نشستگی بود حیران. این چه لشکرهای خدا بود که هیچ کس کشتش نتونست یگان تشه یگانش به قتل رسوندن نتونستیم. حیران میگه شتگی بود که میگه
یک پشه که لنگ بد میگه پاچکاش چلاق پشه را گفت که خداوند همین ملعون عذاب شو به من ته. خدا دعاش اجابت کرد. وقتی که میگه صحبت داشت میگه همین پشه لنگ اومد میگه بالای زانو شیشت. کتاب کتاب میگه که پشه کارش کفایت ساختی. آنکه اعدا را به دریا در کشید ناکاه را از سنگ خارا برکشید. با سلیمان داد ملکی سروری شد موتی خاتمش دیو و پری. از تنی صابر به کرمان خود داد حمز یونس لقمه با هود داد. بنده را اره بر سر می نهد دیگری را تاج بر سر می نهد. او سلطان هرچی خواهد او کند عالم را در دم ویران کند. امروز فلسطین بین، امروز اسرائیل بین، هر روز اینترنت میبینی خدا چقدر عذابا را بالاش امروز آورد. با خدا بازی نکن. من همون دو مصرع شعری بهاءالدین نقشبند تا جان دارم میگم. چوبی خدا صدا ندارد بعد از زدن دوا ندارد. به تو میگن شمشیری خدا صدا ندارد بعد از زدن دوا ندارد. او شمشیر خدا نمیبرد، کورت میکند، چالت میکند. انشاءالله خدا خیر. زبان تا میگه. یک کودک پیش من آوردن عزیزان من، مادرش میگه 1 سال شد به یک ترسش زبانش گم شد. حضرت دعا کنین شاید الله یک زبانی مادر جانش شنوم. این اپراولیشی انسان الله هست، یاد نبرار. این گردشی تمام اعضایت 360 رگ و پی تو همش کنابکش در دست الله هست. الله بخواد از من کور میکند، در اینجا چشمام عاجز میشد، بخواد فلج میکند، بخواد انشاءالله خدا خود مردی ما میگیرد. چیکار میکنی؟ دست چی میآید؟ به خدا بازی نکن. او سلطان هرچی خواهد او کند. هزیل بجورت که بزنت که و فرزندکات که بجوراهات که به خدا هزین نکن. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمیدارد. عزیزی من زنش گفت میگه یا زن بین گفت انمی پشه بود که قوم ما را نیست و نابود کرد و خواست که میگه همون پشه را دست بگیرد. پشه پرید و میگه در بینی نمرودی ملعون دور مد و مجرد دونان زمان نه زدن اثر کرد. ملعون در زمین پیچلق میزد از درد، داد میگفت. یک دواش چی بود؟ لغزنکش میکردن سرشه، با چوبان میزدنش. یک پس میگه پشه خاموش میشید. خدا کدی بازی نکن. خدا هم خیلی قدرت دارد. 40 روز میگه پشه عذابش داد. 40 روز مغزه سرش میخورد پشه. نه پروفسور نه دکتر نه اون یاردمچی های ملعونش که در اطرافش وزیرایی که پروانه بود. ای دستش نمی آید، ای دست هیچ نمی آید. خدا قدرت دارد. هر باری میگن در سرش با چوبا میزدن، لغزنکش میکردن. چقدر که قوم و جمعیت کار عذاب داد. 40 روز عذابی سخت‌ترین در خدا گرفتارش کرد. و 40 روز با یک روایت میگد از بینش میگد پشه برمد مثل مرغ شده است. پرید و میگد مرد برفت. با یک روایتی میگد همون چوب زنش بسیار هلاک شد. میگد از حد گذشت. میگد یک چوبی کلان چنان زدش میگه که سرخش دو فرشید. دو میگد پشه پرید برفت و مرد ملعون.
ابدی ابدی در دوزخ موند. دسته میاد زانی من یک پشه کارش کفایت ساختی. یک پشه من شما یک کج میکشم، یک کجدم میکشم، یک صدای بم میزند الله سبحانه و تعالی با واسطه فرشته های بزرگ. میمریم و میمونیم. چه قدرت دارید؟ چه از دستت میآید؟ امروز با این دشمنای اسلام چه نقشه ها کشیده سادن برای محو کردن قرآن و اسلام. از یاد نبرار یک بارک به قرآن چنگ زن انشاءالله خدا خد. یک بارک به تاریخ نظر که این فرعون و این هامان و این نمرود چی عذاب ها کتی از دنیا برفتن. باور که اگر 10 سال در درینی گوشت روغن و دنبه بخور، در 1 ماه از پتی بینید میبرارش خدا. یاد نبرار در 1 ماه. در همین وقتی ویش با حضرت ابراهیم من گفت برو دعوتش که شاید اینقدر عذاب کشید بیاید. گفت که نمرود بگو لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله، ایمان بیار. گفت به خدا به من. گفت نمیارم. نوشم گفت برای همین گفت خانه تو گفت گواهی تیاد که خدا حق است. گفت گواهی تیاد میگه همه این خانه میگه لا اله الا الله ملیک الحق المبین و ابراهیم و خلیل الله گفته میگه با آواز بلند گفتند. امام ملعون فرمان داد که خونه را نیست و نابود کنه. ابراهیم گفت که آیا؟ گفت میخوای؟ گفت همین بدن انگیز گفت لباس گویتیا من الله یک بدن شو من پیغمبری بر حق بدنم ده. میگه همین لباسش گفت میگه تا آخر نکرد گفت میگه لباس مکشی علاب سرته. اگر این خدا هدایت نکند تین است. اگر از ازل خدا ما و شما هم نقشه بدی نکشیده باشد، به ایمانی نکشیده باشد، از خدا ترسیم. چون که میگه پیامبر اسلام الایمان بین الخوف و الرجا، ایمان باید بین خوف و رجا باشد. خوف ترسیدن که ایمان نخدا نگیر، رجا از رحمت خدا امید کردن که باشیم. از زان من بینین چون این قصه ها وجود دارد عزیزان من. انشاءالله من برای شما شیره این چیزا گفتم. میتونه شما با سوره انبیا مراجعت کنین انشاءالله، با تاریخ ها مراجعت کنین. قصه با ابراهیم بسیار دراز است. انشاءالله جمعه دیگر نموریم عرفه خدا خواهد انشاءالله، یعنی قربانی کردنی با خدا خواهد اسماعیل با فرمان الله سبحانه و تعالی شدگی. همین کعبه که ما شما امروز داریم همه عملهاش از با ابراهیم موندگی است. چه عرفات نمیشینن، چه انشاءالله مینان قربانی کردن، شیطان سنگ زدنش. عزیزان من این طواف خانه کعبه را با ابراهیم کردگی است. صفا مروه بینش که 750 متر دویدن است. اینا از هاجر مادر حضرت عیسی حضرت اسماعیل موندگی است. عزیزان من همه عملیات که زمزم از پای زیری حضرت اسماعیل علیه السلام موندگی است. عزیزان من با ابراهیم برای ما و شما یادآوری این خانه را موند و هر یکی ما و شما را دعوت کرد به سوی خانه خدا. بالای کوبور من میگه تمامی روی دنیا دا آوازش رسید که بیاین به زیارت چی؟ خانه خدا. الحمدلله این تا قیامت جاوید میموند. روزی میشود که همین حجر الاسود سنگ سیاه با به جنت گشته میرود. از جنت اومدگی از قیامت نزدیک شود به جنت میرود. عزیزان من همین خدا خواهد امروز غنیمت است، غنیمت دانو حرکت که انشاءالله در جوانیت برو انشاءالله خانه کعبه را زیارت کن. خدا خواهد انشاءالله در جوانیت طاعت عبادت زور کرگی، چون که فقط پیر شی نمیتونی. پیرا امروز رقصش رفته سادیان، عذابا کشیده سادیان. این همش در جوانی است. گفتی عبدالرحمن جامی که در جوانی سعی کن گر به خلل خواهی عمل، میوه به نقصان بود از باغی بری نوبر است. ببینید حضرت جامی رحمت الله علیه میگه همین باغی که میگه میکاری،
همین میوه های سیبای خوب، زرد و حلوهای خوب از چی میگیری؟ از باغ نوبهار. از جوانی همون درخت ها میگیری که میگوی بیبای من خوش رو باغ داده ساده است، بعدی 10 سال و 15 سال میشود همون درخت هم مثل من و تو پیر میشود. وقتی که پیر میشود از چی؟ از میوه های زیبا میموند، قطر میشود. من و تو هم امروز سکسک پیرا بین، امروز پاچکش در دارد، چشمش آجیش دست است، گوشش نشونی دست است، قدم مونده نتونیست است. امروز مثل همون درخت چی است؟ نقصان دارد. حتی عبادت هاش و گاه ها میشود لذت نمیبرن. عزیزانی من، پیرا وقتی که من صحبت میکنم با اکثری پیرا میگم بابا جان نماز نمیری، جمعه مسجد نمیری؟ میگه بچه‌م میگه پاچکم در میکنن، بچه‌م میگه سرم دولینی هستم، چشمام خیره شده، یا که سرم گیر گشته ساده، یا در طهارت، یا پیشاب من و تو هم همچنان میشه. روزی میشود که این بیماری ها در دوره های پیری من و تم فرا. امروز تو این وقت غنیمت دار، امروز در این وقت عبادت کردگی، در این وقت فرمان خدا، فرمان الله بجا بیار خدا خواهد انشاءالله. این با دهشت ترینش که خدا عمرامو چند خدادگی است نمیدونیم، یا میدونیم یا اون گارانتیت باشه گو که خدا خواهد من 70 سال از جانب خدا کاغذ مدگی 70 سال نمیمری، من 69 سال عرق میخورم، زنا میکنم، بلا و بدتر میکنم، بعد خدا خواهد 1 سال بعد توبه میکنم جنت میرم. دیگه باشه گشتنگی کردنگی خدا خواهد انشاءالله. امروز اجل در پیتای یاد نبرد. گفتی شاعر عربی یا من بی دنیا اشتغل قد غره طول العمل اولم یزل فی غفلتین حتی دنا منه الاجل الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على احوالها لا موت الا بالاجل. این میگه به دنیا مشغول شدگی، ای دنیا فریب کرده، همال در دبی میگدی، همالی در ایرکوتی یک کوتی خدا خواهد 1 پشکه دلار در خونه تا با میمری در روز بعد کم چه گفتن یا من بی دنیاش قد غره طول العمل. تو این آزوهای دراز فریبت کرد. بچم از انتیم دختر مشوتیم ماشین لنگ کروز خرم کتش سازم خانه سازم بلا کنم بدتر کنم فندت کل میگد قد غره طول العمل اولم یزل فی غفلتین حتی دنا منه الاجل. همیشه تو در غفلت بدی که ولی خدا خواهد 500 برام نماز میخوانم، ولی خدا خواهد 500 برام نفقه برام مسجد میرم نماز میخوانم. گفتی الموت یأتی بغتة، مرده میگه ناگاه میآید. یاد نبرد من خودم گارانتی ندارم که انقدر کتاب میخونم مطالعه میکنم، حتی پیغمبر نمیدونست که مردن شد. چون که 5 چیز است که سوره لقمان آیت 14 هم در خدا میگه که 5 چیز است که بجز خدا کسی نمیدونه. یکتاش فی ای ارضین تموت، در کدام زمین میموری، کدام حالت میموری هیچ کس نمیداند. برای ندوند یا که فردا چی میشود میگه هیچ کس نمیدوند. تو فردا امید نه که با امیدی فردا مگویی تشنه لب فردا آب نوشم. امروز آب تا خوردگی، امروز طاعت نماز خوندگی، فرداش در گمان است که فردا آیا میرسیم نمیرسیم. بلکه خدا خواهد 1 ساعت بعد صدای مرگی من میشنویم که صلات الجنازه میگن داملا گذشت. برای من از خدا ترسی هرگز عبادت از دست نمیتی. از خدا بترسی هرگز فرمان خدا سرکش نمیشه. کردنگی الله مهربان است. اینجا صحبت با پایان میرسانیم.